بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند. به خداوند پناه میبریم از شر شیطان رانده شده از درگاه و از رحمتش. در برنامه گذشته در مورد ابتدای این دشمنی شیطان با انسان صحبت کردیم. در برنامه دامهای شیطان، اولین برنامه که صحبت کردیم، اصل این دشمنی را با هم مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم شیطان قسم یاد کرد به عزت خداوند که من انسان آدم و فرزندانش رو گمراه خواهم کرد. خداوند در آیات زیادی هم ما را برحذر داشته از این دشمنی شیطان، دشمنی که ما را می‌بیند و ما او رو نمی‌بینیم، دشمنی که از هر طرف قصد حمله کردن به ما را داره، دشمنی که هیچگاه خسته نمیشه، هیچگاه ناامید نمیشه، حتی تا آخرین لحظات مرگ انسان، تا اونجا هم امید داره که بتونه انسان رو گمراه کنه، بالاخره در یک گناهی بندازه، چون قسم یاد کرده، گفته من تمام سعی و کوشش خودمو خواهم کرد. خداوند هم فرموده که این دشمن آشکار و واضح شماست. ما رو برحذر داشته از این دشمنی که حملش به ما قدم به قدم هست، قدم به قدم ما را گمراه می کند. یک باره نمیتونه انسان را در یک گمراهی بسیار بزرگ بندازه، به یک باره نمیتونه انسان را در زنا بندازه یا در مشروبات الکلی بندازه یا در مواد مخدر بندازه یا در هر گناهی که شما یا در شرک یا در کفر، هر چی میبینید شیطان نمیتونه به یک باره انسان را در این گناهان بندازه، بلکه خطوات. خداوند فرمان که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ای مؤمنان از گامهای شیطان پیروی نکنید. گام گام تو را میگیره، از این گام بعدی تا اینکه تو را به اونجایی که خودش میخواد برسونه، تو را به پرتگاه میرسونه و به هلاکت. و گفتیم که خداوند فرموده که تمام هم و غم شیطان اینه که لیکونوا من اصحاب السعیر، انما یدعو الشیطان حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان یاران خودش رو فرا میخونه تا اونها را جهنمی کنه، میدونه که خودش جهنمی است. خدا فرمود که تو جهنمی هستی. حالا شیطان میخواد که کسانی از انسان هم از نوع از فرزندان بنی آدم هم طعمه خودش کنه و همراه خودش در جهنم قرار بده. خب پس گفتیم که خداوند فرموده که از خطوات شیطان پیروی نکنید، گامهای شیطان پیروی نکنید. این گامها چی هست؟ ما میتونیم این گامهایی که شیطان برمی داره در 6 گام کلی در گمراه نمودن بنی آدم به کار میبره. گامهای زیادی داره، در هر گام کلی هم بار دیگه گامها و دامهای زیادی پهن میکنه تا بتونه اونو حتی از یک مرحله به مرحله دیگر بدتر برسونه. قبل از اینکه این گامهای کلی شیطان رو بیان کنیم، 2 حقیقت بسیار مهم بایستی مد نظر قرار بدیم که بسیاری از ما امکان داره از اون غافل هستیم. گام اول اینه که شیطان هیچ تسلطی بر انسان نداره. امکان تعجب کنید، شیطان بر ما تسلط نداره، پس ما چطوری گناه میکنیم؟ پس چگونه خدا این همه ما را بر حذر داشته؟ شیطان بر ما تسلط نداره، نمیتونه ما را وادار کند به گناه، نمیتونه ما را وادار به شرک و کفر کند، نمیتونه ما را وادار به گناهان کبیره کند. کاری که شیطان تنها میکنه اینه که وسوسه کند. خداوند میفرماند که در روز قیامت وقتی میاد انسان 2 قرین همراهشه. یک قرینی که فرشته هست و در حدیث هم رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که انسان 2 قرین داره. یک فرشته هست که بهش الهام میکنه کار خیر و یک قرین هم شیطان هست که وسوسه میکنه به کار شر.
حالا انسان در این وسط اختیار داره، خدا بهش عقل داده، اراده داده که آیا تسلیم وسوسه شیطان بشه یا اینکه اون الهامات فرشته را، تشویق هایی که او میکنه، راهنمودهایی که میکنه قبول کنه. انسان حالا آزاد هست. روز قیامت هم شیطان قبل از اینکه در صحرای محشر در دادگاه اونجا هم میگه من وادارش نکردم. ببین قرآن بار نگاه کنیم. قرآن میگه حتی شیطان بر کفار هم تسلط نداره، چه برسه به مؤمنان. حتی یک کافر را نمیتونه وادار کنه به مثلا رباخواری، به کشتن، به زنا، به مشروب خواری. وادار نمیتونه بکنه ما را. این حقیقت رو باید بدونیم. چرا که خیلی از ماها در این اشتباه افتادیم که شیاطین میتونن انسان رو وادار به گناه کنن. شیطان انسان رو وادار میکنه که نماز نخونه. برداشت بسیار این است که متاسفانه این برداشت غلط هست، خلاف قرآن هست. برداشتی که دلالت بر این داره که ما خدا را نشناختیم، شیطان را شریک خدا قرار دادیم. خداوند میفرماید که فقط من هستم که میتونم بندگان را وادار به انجام کاری بدم و من این کارو نمی کنم. به پیامبرش فرمودن که تو نمیتونی مردم رو وادار کنی به ایمان آوردن. چطوری ابلیس میتونه که ما را وادار کنه به گناه کردن؟ چطوری ابلیس میتونه ما را وادار کنه که طاعات و عبادات رو انجام ندیم؟ پس این یک برداشت اشتباه هست. ببینید قرآن چی گفته. شیطان زمانی که با اون یاران خودش، اصحاب خودش، حزب خودش در جهنم هستن چی میگه؟ در سوره ابراهیم میخونیم دیگه. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. شیطان در اینجا میگه که وعده که خدا داد وعدش درست هست، من به شما دروغ گفتم. وعدای من همش دروغ بود، هیچ اساسی نداشت، سرابی بیش نبود. بعد بهش میگه و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما هیچ تسلطی نداشتم، هیچ قدرتی، زوری نداشتم که شما را وادار به گناه کنم، به شرک کنم، به مبارزه با خدا، با دین خدا، با مؤمنان کنم. من هیچ تسلطی بر شما نداشتم. الا ان دعوتکم، مگر اینکه من شما را دعوت دادم، وسوسه کردم. مگه قرآن هم میفرمان در مورد حضرت آدم و حوا فوسوس لهم الشیطان، وسوسه کرد، وادارشون نکرد که برید از درخت بخورید، وسوسه کرد. نه اینکه تسلط داشت بر آدم اونو وادار کرد که عقلشو از دست داده بود هر طور که این میخواست باش انجام میداد. نه، فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. اینجا هم پس خداوند فرمود که شیطان به یاران خودش میگه که و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من شما را دعوت دادم و شما استجابت کردید، شما قبول کردید. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، منو سرزنش نکنید، خودتون رو سرزنش کنید که خدا بهتون عقل داده بود، اراده داده بود، فرشته هم هست تو رو دعوت میکنه به کار خیر، منم شما رو دعوت میکنم به کار شر، خودتون قبول کردید، منو سرزنش نکنید. پس این تصور رو نداشته باشیم. شیطان تنها کاری که میکنه وسوسه میکنه، کار زشت و گناه را در نزد ما تزیین میده، کار عبادات رو یک کمی برای ما سنگین نشون میده، از درهای مختلف وارد میشه. شیطان اعلان کرد در برابر خداوند هم که من همه را گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلصت. ان عبادی لیس لک، خداوند هم فرمودن که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بندگان من تو بر آنها چاری نداری، قدرتی نداری، تسلطی نداری مگر کسانی که از تو پیروی کنند، از گمراهان، کسانی که از عقلشون استفاده نمی کنند. خب این قضیه باعث به شدت دقت کنیم. پس شیطان، اینو تأکید کنیم، شیطان بر من و شما، بر انسان تسلط ندارد. اگه تسلط داشته باشه دیگه معنای این که خدا پیامبران رو بفرسته
و بعد اونو مورد خطاب قرار بدهد، دیگه این معنایی نداره.